نگار مهربان خطاب بر مؤمن ها کرد یا ایها الذین آمنوا، کسانی که ایمان دارید، مال و ثروت و فرزندانتان شما را از یاد خدا غافل نکند. سه تا نعمت یاد میگیره خدا: مال، مالداری، ثروت و فرزندان. این سه نعمت خدا داده است. الله میگه این چیزایی که من شما دادم شما را از یاد خدا چی غافل نکند. و اگر بکند و هر کسی چنین کند، یعنی مال، ثروت، فرزندان، اگر صاحب مال اگر از ذکر خدا، از عبادت خدا اگر من کند، یعنی چنین عملی ناشایسته را بکند، چی است؟ از زمره زیانکاران و تبهکاران است انسان. دوام آیه چی گفت؟ وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. دوام آیه گفت که از آنچه خدا به شما داده است انفاق کنید. مال تو دادم، و مال همش از آن شما نیست، یک قسمی از آن شما است، یک قسمی چی؟ برای انفاق است. از آن چیزی که در زندگی برای شما مال دادم، ثروت دادم، از همون چیز انفاق و صدقه کنید قبل از اینه که مرگ به سراغ شما بیاید. مرگ بیاید شما را از بین ببرد، بعدها بخشش کنید. خدا به شما داده است انفاق کنید قبل از اینکه مرگ به دنبال یکی از شما بیاید و بگوید، همین شخصیت بگوید خدایا اگر مرگم را به تأخیر بیاندازی صدقه میدهم و از زمره صالحین خواهم بود. وقتی که قبل از اینکه مرگ به سراغ ثروتمندا بیاید چیکار کنن؟ اینا مالشان را صدقه کنن، انفاق کنن. وقتی مرگ بیارسد دیگر مال ثروت که صدقه نکرده است حسرتی می شود و چی میگه؟ میگه که پروردگارا اگر مرگ مرا دیرتر کنی و از ترس از که میمیره دیگر، من مال و چی میکنم؟ صدقه میدیم و از زمره صالحان خواهم بود. از زمره چی؟ مردمای خوب صالح میشم. بدکار بود، در حالت مالداری و ثروتداریش تبهکار بود، زیانکار بود، پروای انفاق و صدقه نداشت، یتیم و بیوزان و بیچاره و مسکین و مظلوم کمکی نمیکرد از مال خدا دادگی. که الله گفت چیزی که بعد شما از مال من دادگی شما انفاق بکنید. اینا نکردن، گفتن مال میراث خود پدرمان است، بابامان است. چنین سخنهای قبیح که جواب میگرداندن. اگر تو ما رو مرگ ما رو بعد تأخیر اندازه خدایا، ما مال ما رو چیکار میکنیم؟ صدقه میدهیم و از زمره صالحین خواهیم بود. خداوند چی میگه؟ مرگ کسی را که اجلش رسیده باشد به تأخیر نمی اندازد. الله در جوابش میگه وقتی مرگ میاد جلوی مرگ پیش هیچ کس گرفته نمیتونه. اون آمده که دیگر ساعت تو بود شد، اجلش وقتی کسی را برسد به تأخیر چی؟ نمی اندازد. و با آنچه که شما عمل می نمایید خدا آگاه است. خدا میگه که فکرهای پوچه که دستی تو آمدگه تو ای ترس میگه پا گفتادی خودی تو میدانی که میمیری تو دیگه علاج نداری. تو میگی که خدایا اگر جان من نگیری یا ما 2 ماه سالیم سالی دیگه امروز 10 و 15 روز یا من ممکنی مال ما چیکار میکنم؟ صدقه میکنم. اگر بالفرض و تقدیر ما ترا اگر جان تا نگیریم همون خیلی گفتگی خودت محلت بودیم من خودم میگه خدا میدانی که تو بدبخت نمیکنی میکنم بازم چی؟ میگریزی. خیال نکن که از چنگال قبضه قدرت الهی کس میگریزد، نه. عن ابن عمر رضی الله تعالی عنه قال اخذ رسول الله صلی الله علیه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل. وكان ابن عمر يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء
و خذ من صحتك لمرضك و من حیاتك لموتك. رواه بخاری عن ابن عمر رضی الله عنه. این حدیث که بچه حضرت عمر روایت میکند که ما در بعض مراسم جنازه ها این حدیث تبرکاً از زبان بچه حضرت عمر رضی الله عنه عبدالله ابن عمر گاه گاه به گوش مردم میرسه. عن ابن عمر رضی الله تعالی عنه قال اخذ رسول الله صلی الله علیه وسلم بمنکی بی فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل. وكان ابن عمر يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. حضرت امام بخاری رحمت الله علیه از ابن عمر رضی الله تعالی عنه که خدا هم از ابن عمر هم از عمر راضی باشد رضی الله تعالی عنه روایت میکند که گفت رسول خدا صلی الله علیه وسلم دست بر دوش گفته کتف میگن. یک وقت رسول الله دست مبارک در چی؟ در کتف همین عبدالله ابن عمر گذاشت. فرمود تو شما تصور کنه رسول الله صلی الله علیه وسلم دستش چی؟ در کتف حضرت عبدالله ابن عمر بود. فرمود و گفت ای عمر، ای عبدالله بچه عمر رضی الله تعالی عنه، ای ابن عمر در دنیا چنان زندگی نماید که گویا غریب و یا مسافر هستید. در دنیا دغدغه نکن. مرگ برهم زننده تمام لذات دنیا است. بهترین لذت دنیا را مرگ در کام صاحبش تلخ میکند. چکار میکند؟ تلخ میکند. گفت در دنیا میشه زندگی کن که عبدالله ابن عمر رضی الله عنه که گویا غریبی یا مردی غریب است یا مسافر هستی. مسافر هم میدونی آدمی که سفرکیه. ابن عمر فرمود هرگاه غروب کردی منتظر صباح مباش. پیغمبر صلی الله علیه و آله ای عبدالله ابن عمر گفت هر وقتا که افتاد غروب کرد یعنی رفت پس کوشش تو منتظر صبح شدن نباش. ممکن است که تو امشب بمیری، تو تا سحر نمیرسید. ممکن است اگر پیمانه عمری تو پرشده باشد الان افتاد شد تا سحر تو نیستی. یعنی به اصطلاح امروز که گارانتی داده نمیتونه هیچ کس که امشب کی هست کی نیست. گفت که اگر افتاب تو غروب کرد منتظر صبح نباش. اگر افتابی بیگه و اگر مبادا سحر صبح شد منتظر بیگه نشد. اگر مبادا خداوند جان تو را نگیرد همیشه شبی تو را تا صبح دم که صبح کرد صبح دمی دو روشن شد خیلی بامداد خواندی خدا را شکرانه کن. وقتی از خواب میخیزی میبینی که دستات کار کرد صدای، میبینی که چشمکات بوی شد، میبینی که پاکات روانه، میبینی که جانت رفته آمده ایستاده است، خونت در گردش است، الله شکرانه کن. گفت خدایا شکر که امشب هم مهلتم دادی. امشب برای زندگی کردن مهلت دادی مرا. وقت طهارت کن نماز بخوان شکر خدا بجا بیار. وقت صبح که روشن شد دیگر تا رفتن آفتاب بیگه هم منتظر با نباش. نماز بامداد خوانده بگو آخران نماز خواندم. به پیشین آیا میرسی یا نمیرسی؟ اگر مبادا عمر باقی باشه و به پیشین رسیدن برادر پیشین خواندی شکر خدا را بجا بیار. به عصر منتظری نکن. نمیدونی که تو عصر هستی یا نیستی. بازم عصر میخوانیم تا شام منتظر نشو. شام خواندی تا خفتن خواندی تا چی؟ تا نماز بامداد منتظر نشو. خب دوام حدیث چی گفت؟ و خذ من صحتك لمرضك. حضرت رسول چی گفتن؟ در حال صحتی برای زمان کسلیت و ناخوشی چیز اندوخته نباش. یعنی چی؟ همین حالتی که شما صحت بدنات و صحت های پیش از اون که یک کسل به بالای شما بیاید برای همون کسلیتان چی؟ اندوهگی نشوید.
حال صحت اینمی صحتی تو چیکار کنه استفاده برای مردم. تنی صحت بهترین نعمت های. تنت صحت باشه مسجد میایی، تنت صحت باشه طهارت میکنی، تنت صحت باشه محفل و معرکه میری. و وقتی یک جا که در کنه خدای نخواست یک دندان رو در کنه اگر دیگر به تو هیچی نمیفورد، حتی خوشت نمیبگه طهارت که نماز بخوانی. خدای نخواست پریستو بگرده بخبته زمین ها رو میگذی، دیگر پروای نماز نمیکنی، وای جانی خودم میگوی. بنابراین رسول چی گفتن؟ همین ساعتهای سلامتی و تندرستی تا شما چیکار کنه؟ غنیمت بدانه و چی؟ استفاده بره. و من حیاتک لموتک. رسول صلی الله علیه و سلم چی گفتن؟ و در زمان حیاتی برای زمان مردنت توشه تیار